در خدمت بر بچه و فروشنده های بازارچه بندر ترکمن هستیم، بازارچه ساحلی بندر ترکمن و دوستان اینجا نشستن. یه جیغ بکشی. سلام برادر مدل بخونه زرا دل من نداره مدل غنده هاره اگه در بزا مدل بایره اینجا برار دل نیره برادون آخرون همه جشن بایرین برارون آی آخرون همه جشن بایرین کنار اولالا. بریم به گزارش بگیریم از بچه‌های آخوندهای قوم. خب خدمت شما که در خدمت فروشنده‌های خوب عینک هستیم و حالا عینک ما جزو برندهای خاص خودشه. حالا مشتریان عزیز ما اومدن، به هر حال دست شما نکنه، شما خودتون معرفی بفرمایید در کدوم شهر اومدید؟ من امرالله علایی هستم، از تهران اومدم پاسدارم. یعنی هر ساله میایین یا نه؟ سال یک بار میاییم. سال یک بار میاد استان گلستان؟ حداقل سال یک بار میاد. و هر تاریخی هم باشه، حالا پاییز زمستان باشه شما باز اسکله میایین؟ بله. این بازار خیلی دوست داریم، مخصوصا مردمان خوش اخلاق و خوش برخورد و جنس خوب و قیمت مناسب. یه دست قوانشون بزنید. خب باز کنم شما از به جون شما میاره یا نه؟ خودمون خیلی دوست داریم. اتفاقا اول بازار رسیدم دخترم از تهران زنگ زد. بله. گفتم میدونی من الان کجا هستم؟ گفت نه. گفتم یه جایی هستم که خیلی شما دوست داری. گفت کجا؟ گفتم بازار ترکمن. اینقدر ذوق کرد گفت ماما راست میگی، کاش ما هم الان اونجا. خب حالا برخورد یک مغازه‌دار و صاحب مغازه با مشتری باید چجوری باشه؟ فقط یک اخلاق خوب باعث میشه که کلا یک مشتری جذب یک مغازه بشه. دستتون نکنه هم شما فروشنده‌های عزیز، هم آقای علایی عزیز از تهران. قرنل بخورده ترشلی قرنل جان قرنل به موی امپلی قرنل جان قرنل اما به مومی بازارچه قرنل جان قرنل به ما فروشند و اندوره قرنل جان قرنل مشتری اصلا دنیه قرنل جان قرنل آخه زمستان است و قرنل جان قرنل همه مشتری اینجایی ترک ما هستن یک تو محلی داره. یه دست دوانش میزنیم اولالا. تکان خورد. چطوری؟ من بکرم مانکنه. چطوری؟ حالت خوبه؟ تو چه شایی مانکن هایی؟ اسم چیه؟ بهزاد. بچه کجایی؟ همینجا. من بگو کارت چیه؟ اینجا مغازه دارم. مغازه داری ترکمنلی که بلفت داده؟ سلام علیکم. اشتاق işleyen verme. ها. ولی آواش. كيف هدي هاي؟ بكم هاي هاي. يو واقعي ده. ولی آواش. بده فریدون کی؟ یک کامبیز من فریدون عبداللهی ام. فن هی اخیده. چی بگم؟ آیده مخی. بچه کجایی؟ بچه ترکی ترکمانی فارسی ترکی دونه صحبت کن برای مردم. Sizden teşekkür ederim bazara gelipsiz. Vallahi elleriniz ağrımasın, zahmet çeksiz bu bazarda. Çok da memnunum, elleriniz ağrımasın. Sağ olun. Elleriniz ağrımasın. Xahiş ederim. Öyle değil ağrımasın. Ağa ağrımasın. Mama teşekkür. Bu her şey برنامه شما رو teşekkür ederim. آخر برنامه گالی کش بود. بله. بچه های عزیز تو این بازارچه وسیله هایی برای شما بچه هاست که میتونید بخرید. وقتی پدر مادر ها اومدن بذار دست بابا رو بگیر، دست مامان رو بگیر، گریه کن، خودتو بزن زمین. خودتو بزن زمین و پدر مادر مجبورن برای حفظ آبروی خودشون وسط بخرن. ولی این کارو نکن. دختر و پسر کوچولو آروم باش، قشنگ بگو مامان یه دونه از اینو برام بخر.
Selam Türkmenlerin. Ştat bender Türkmen. من قرنل ولایت. بفرمایید که شما محصولاتون از کجا وارد میکنید میارید؟ خودمون تولید میکنیم اینا رو. تولید خودتونه پس؟ تولید خودمون. بله. یعنی همه این لباسا اینجا تولید میشه؟ آره. پس اینا میشه که صنایع دستی های خودمون هست بیشتر. چون ترکمنی بلد نیستم داشت. یه بار دیدم. فقط من ایردر بلدم. من ایردلر. من ایردلر. الله. یکی از زیباترین نقاطی که در حال بندر ترکمن هستش این دریا و اسکله بندر ترکمنه که ترکمن‌های عزیز و همچنین همشهریان ما از استان‌ها از سراسر استان و حتی سراسر کشور وقتی میان و از این دریا استفاده میکنن. این قایقایی که میره پشت منه به طور کرایه سوار میکنن میبرن اونجا جزیره آشیلاده. خب در خدمت چند تا از بچه‌های قایقران و کشتیران بندر ترکمن هستیم. خودتون معرفی کنید دوستان عزیز. ساسان عباسی هستم. 22 سال اینجا قایقرانم. 22 سال اینجایی؟ بله. جزیره آشوراده به بندر اسکله. مسافر میبری میای؟ مسافر الان که فصل زمستون پاییز و زمستون بیکاریم. ایام عید نوروز در خدمت مسافر هستیم. بزرگوار شما. الان پاییز زمستون واسه چیکار می‌کنید؟ جمع کنید برید دیگه. پاییز زمستون بالاخره تابستون و عید نوروز اندوخته می‌کنیم. پاییز زمستون خرج می‌کنیم. نه مثلا که الان که پاییز زمستون هستش اینجا چیکار می‌کنید؟ ما میایم سر میزنیم قایقامون با طوفان میشه یه موقع. آها این بعد الان دریا کمتر شد خشکی اومد مشکل سازم شده نه؟ بله دیگه اسکله رو باید همه ببریم جلو. هی بعد میبرین جلوتر. خدمت بینندگان عزیز که ما حالا گفتیم هیچ کس نیست این جزیره من کشف کردم هیچ کس نیست. اینا دیدیم که دوستان عزیز مسافرهای عزیز اومدن. خب خودتون معرفی کنید و ببینید از کدوم شهر تشریف آوردین. بسم الله الرحمن الرحیم. علی امیرزاده هستم از شهرستان بابل. بابل. بله شما دوست عزیز ما و شما پدر محترم از قزوین. قزوین. رفتیم زهرا. محمدی هستم از بابل. بخش بابل کنار. بخش بابل کنار. خب چی شد که دو تا بابلی با یه قزوینی از کجا هم دیگه رو پیدا کردین؟ فامیلین، آشناین، دوستین؟ دوستان صمیمی. دوستان صمیمیتون اومدن شمال مسافرت؟ آوردین بندر ترکمن دریا. حالا علتش چیه که شما مسافرت بیشتر متعددتون بیشتر به حالا مازندران و گلستانه؟ من الان تقریبا 20 سال است اینجا کاموان برم پنج پیکر. پنج پیکر یه روستایی است در استان گلستان. کاموان برم الان 20 سال 22 سال است از اینجا کاموان میبرم. برای زمینای قزوینتون کامبا میبریم. با اینا آشناییم. دیشبم اینجا بودیم و الانم نهار جایتون خالی خوردیم و نوشیجونتون و اومد اینجا یه دریایی و یه صفایی و آقا دستتون نکنه. به حال زحمت کشیدیم تشریف آوردیم اینجا و یه دونه دوست دارم که قزوینی برای ما بخونیم. من غلط نیستم بخونم. هیچ کس بلد نیست. شما بابلی بخونه تو محلی. بابلی بخونم. گفت بابل فل هوایی بازونه اول بابل کمربندی بازونه. آقا دستتون نکنه. مزاحمتون نمیشیم. تفریح کنید. همین سرحال باشید یا علی. خب یکی دیگه از برنامه‌های با شما به پایان رسید. امیدواریم که همیشه سرحال باشید و گل بگید گل بشنوید. اسکله بندر ترکمن بود. آخری برنامه بندر ترکمن بود. خداحافظ. مواظب خودتون باشید تا بریم که سردی یخ نزنه. من یخ زدم.